در پرتو دستور هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه می‌گیرند. در این روند ساکنان جماعت دهاتی کلکند نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده گذاشته با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جلب صاحبکاران برای آبادانی محل جهد و تلاش میکنند. در دایره تدبیرهای جشنی در جماعت دهاتی کلکند بنیاد و از نفسازی یک سلسله انشاءات‌های مهم اجتماعی روی کار آمده‌اند. با سعی و اهتمام صاحبکار خیراندیش عبدالوقاص نشانوف چند قبل در دهه کودکستان خصوصی گلستان برای 175 نفر کودکان به استفاده داده شد. با اقدام خیرخواهانه صاحبکار موفق برون مرزی زاده اسفره میرعزیز عثمانوف زیاده از 5 کیلومتر راههای داخلی دهات کلکند با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی پوره اسفالت پوش و در مساحت 1.1 کیلومتر راه کوچه مرکزی ده با خرج 77,000 سومانی از تعمیر جاری برآورده شد. همچنان با تشبث و مبلغ گذاری صاحبکار سخاوت پیشه بزرگوف جمشید 600 متر راه کوچه گذر مومفرش گردید. در این ردیف با دستگیری صاحبکاران در دهه گلستان ورزشگاه خرد معاصر ورزشی بنیاد و مورد بهره برداری جوانان و نورسان قرار داده شد. در عرفه جشن بزرگ ملی مردم شریف اسفره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین شهر کودیهات و کارخانه و مؤسسه ها جهد دارند که شهر باستانی باز هم رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردد.